در جرم خیانت در امانت حتی اگر شما طرف مقابلتون رو محکوم هم بکنید، باز هم مال به شما مسترد نخواهد شد. تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. حجم زیادی از پرونده های محاکم کیفری مربوط به همین جرم خیانت در امانت. در ابتدای موضوع بهتون بگم که خیلی از دوستان از شکایت در محاکم کیفری در دادسراها در حقیقت خودداری میکنن و علتشون هم اینه که میگن اگر ما شکایتی بکنیم و خدایی نکرده به نتیجه نرسیم، بحث افتراء پیش میاد یا بحث اعاده حیثیت میکنه طرف مقابل و من دچار مشکل میشم و نمیخوام شکایت انجام بدم. در پاسخ به این دوستان باید بگیم که دادگستری مرجع تظلم خواهی عموم مردم جامعه است و ندیدم من قاضی رو که در حقیقت به این علت که شما شکایت کردید و رأی نگرفتید شما رو محکوم بکنه به بحث افترا یا اعاده حیثیت. چون اگر اینطوری باشه کسی دیگه دادخواهی خودشو به محاکم دادگستری نمیاره و کار درستی هم همینه، مگر اینکه طرف شکایت‌های متعددی میکنه و حکم براءت برای صادر شده باشه، اونجا میتونه بحث افترا و اعاده حیثیت رو مطرح بکنه. بریم سراغ جرم خیانت در امانت که گفتیم حجم زیادی از پرونده های محاکم کیفری مربوط به همین جرم خیانت در امانت. خیانت در امانت مستند ماده 674 تفسیرهای مختلفی داره و اختلافات زیادی هم روی این ماده هست، ولی ما اون چیزی که در رویه در محاکم ازش تبعیت میکنن قراره به شما توضیح بدیم. نکته اول و مهمی که میخوام در مورد بحث جرم خیانت در امانت بهتون بگم اینه که طرف اومده، فرض مثال میگیریم، مقداری طلا رو به صورت امانی به کسی سپرده و نهایتا هم این طلا رو بهش استرداد داده نشده و اومده شکایت خیانت در امانت کرده و در نهایت طرف رو محکوم کرده و به مجازات حبس هم محکوم شده. رأی هم قطعی شده در دادگاه تجدید نظر. الان میگه مالم رو بدید. الان قانون چی میگه؟ میگه در جرم خیانت در امانت در محاکم کیفری ما صرفا مجازات میکنیم طرف مقابل رو. اگه مالت رو میخوای از این رأی کیفری استفاده کن، برو توی دادگاه‌های حقوقی تقاضای استرداد مالتو بکن. یعنی چی؟ یعنی 1 سال، 1 سال نیم، 2 سال شما دویدی توی این محاکم کیفری و نهایت طرف رو به جرم خیانت در امانت محکوم کردی، الان که میگی مالم رو بده، که برو 1 سال دیگه توی محاکم حقوقی از این حکم استفاده کن، ضمیمه کن و بگو استرداد مال رو میخوام و خب مسلما خیلی دچار مشکل خواهید شد. چه راهکار قانونگذار توی این زمینه گذاشته؟ شما در جرم خیانت در امانت بلا فاصله که شکایتتون رو مطرح کردید، دیدید در دادسرا نظر بازپرس یا دادیار محترم مبنی بر محکومیت طرف مقابلتونه، یعنی قرار جلب دادرسی صادر کرده یا از دلایل متوجه میشه که ایشون جرم خیانت در امانت مرتکب شده، باید دادخواست تو بدید، دادخواست حقوقی تو به همون مرجع کیفری که عموما اگر در دادسرا شما دادخواست رو مطرح بکنی لفظ پرونده میشه، وقتی ارسال شد به دادگاه، دادگاه نسبت به استرداد مالتون رو هم حکم صادر میکنه. اما اگر شما در دادسرا در حقیقت دادخواست حقوقیتون رو مطرح نکردید و در دادگاه مطرح کردید، باز هم دادگاه موظفه که نسبت به استرداد مالتون حکم صادر کنه. ولی اگر بعد از اینکه دادگاه رأیش رو صادر کرد، حکمش رو صادر کرد، دیگه شما دیگه چاره‌ای ندارید. یعنی بعد از صدور حکم در کیفری 2 فرض مثال در دادگاه کیفری 2 دیگه شما فرصت رو از دست دادید. حتی اگر پرونده دادگاه تجدید نظر برید، میگید شما نمیتونید به دادگاه تجدید نظر دادخواست حقوقیتون رو بدید، دیگه باید صبر کنید رأی قطعی بشه و بعد بیاد دادخواست استرداد مالتون رو بدید. پس در صورتی که ابتدا شما شکایت خیانت در امانت در دادسرا مطرح کردید و دیدید دلایل و مدارک شما به اندازه کافی هست که طرف مجازات خواهد شد و خب مسلما میبینید وقتی که شما تو جلسات شرکت میکنید، بازپرس پرونده یا دادیار پرونده به شما گرا خواهند داد که خب با توجه به دلایل جرم شما خب مسلما جرمی مرتکب شده که من دارم احضارش میکنم به عنوان متهم. قضات مخصوصا بازپرس و دادیارها تا زمانی که دلایل و مدارک وقوع جرم به اندازه کافی نباشه نمیتونن طرف رو به عنوان متهم احضارش بکنن. پس وقتی احضارش کردن بدونید که بیشتر راه رو
رفتید و بلافاصله دادخواستتون رو تا همون مرحله دادسرا برای استرداد مال در جرم خیانت در امانتتون مطرح کنید. یک سری از جرم ها مثل کلاهبرداری، مثل فروش مال غیر، مثل سرقت نیازی نیست این کار رو انجام بدید. در این موارد مثل سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، در این مواقع قانونگذار گفته قاضی موظف ضمن صدور حکم مجازات طرف مقابل نسبت به استرداد مال هم تعیین تکلیف کنه. آقا مال مسروقه رو برگردون، مالی که کلاهبرداری شده برگردون ولی در جرم خیانت در امانت به این صورت نیست. پس حواستون باشه دادخواستتون رو به موقع بدید که باز نخواهید برید توی محاکم حقوقی و دچار مشکل بشید. بریم سراغ نص صریح ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که مختص جرم خیانت در امانت. ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یک بار با هم دیگه میخونیم تا بدونید که خیانت در امانت صرفا این نیست که من مالی رو به طرف مقابل بسپارم، به امین بسپارم و بعد بگم استردادش کن و استرداد نمیکنه، خب محکومش کنم به جرم خیانت در امانت. به نظر من بخش یا شق دوم ماده 674 خیلی مهمتره که حالا براتون میخونم و توضیح هم میدم. ماده 674 میگه هرگاه اموال منقول یا غیر منقول، منقول مثل خودرو، چک و موارد دیگه، یا اموال غیر منقول مثل خونه، آپارتمان و باغ یا ویلا. خب مسلما خونه یا آپارتمان رو که به صورت فیزیکی شما به طرف امانی نمیدید، کلیدش رو به صورت امانی میدید. آقا این باغ من 2 ماه میخوام برم خارج از کشور، دست شما امانت قفل زدم، فقط کلیدش دست شما باشه، به صورت امانی میسپارم. یا نوشته های از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر اینها، یعنی به صورت تمثیلی گفته، اینا رو به صورت مثال میگم، و نظایر اون به عنوان اجاره، امانت، رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرتی به کسی داده شود و بنابر این بوده نکته حائز اهمیت اینجا بوده و بنابر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود. پس یک باید سپرده بشه و قرار بوده مسترد بشه و این که گفته یا به مصرف معینی برسه، اینجا نکته حائز اهمیتیه، یا به مصرف معینی برسه و شخص آن اشیاء نزد او بوده آن را به ضرر مالکین، پس به ضرر مالک هم باید باشه، یا متصرفین آنها استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کند به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد که البته طبق قانون مجازات اسلامی بحث اصلاحی سال 99 این مجازات به نصف تقلیل داده شد، یعنی مجازات حبس شد به جای 6 ماه 3 ماه و به جای 3 سال 1.5، یعنی از 3 ماه تا 1.5 سال کاهش داده شد. خب همینطور که میدونید اگر من فرض مثال مالی رو به طرف به امین بسپارم، بگم آقا فرض مثال این خودروی من دست شما امانت، توی پارکینگت بذار، من پارکینگ ندارم، میخوام برم 1 ماهی نیستم، میخوام برم 1 ماه خارج از کشور نیستم و در حقیقت موقعی که برگشتم تقاضا میکنم که این مال رو به من برگردون، بر نمیگردونه، یا اینکه حتی ازش استفاده کرده چون من اجازه استفاده بهش ندادم، استفاده کرده و دچار تصادف شده، یا اینکه خدای نکرده مال رو فروخته یا هر اقدامی انجام بده، این میشه بحث خیانت در امانت. چرا؟ چون هم من فعل سپردن رو داشتم، هم بنابر این بوده که این مال مسترد بشه و ایشون امین من بوده. پس اینجا خیانت در امانت صورت گرفته. اگر من مالی رو فرضاً گوشی خودم رو به فردی به نام علی بدم، بگم آقای علی این گوشی رو بده به آقای حسن و به جایی که بده به حسن بده به محمد رضا، مسلما اینجا باز محکوم به جرم خیانت در امانت خواهد شد. چرا؟ چون اینجا گفته یا به مصرف معینی برساند، من گفتم برو بده به حسن ولی ایشون عمدن و با سوء نیت به جایی که به حسن بده رفته داده به محمد رضا، پس اینجا مشمول جرم خیانت در امانت خواهد شد. شاید از خودتون سوال بکنید در بحثی که ابتدای ماده گفته هر نوع مال منقول یا غیر منقولی، فرض مثال من خودرومو اجاره دادم به طرف مقابل به مدت 1 ماه به مبلغ فرضاً 50 میلیون تومان، 1 ماه منقضی شده، الان اظهارنامه رسمی براش فرستادم خودرومو به من برگردون، بر نمیگردونده، خب داره استفاده میکنه، بحث استعمال یا تصاحب داره روش دیگه، پس اینجا محکوم به جرم خیانت در امانت خواهد شد. خیر دوستان، به چه دلیل؟ چون در ابتدای امر مال به صورت امانی بهشون داده نشده، به صورت اجاره بهش داده، من خودم اجازه انتفاع بهش دادم، دادم بهش، پس اینجا بحث در حقیقت خیانت در امانت
مطرح نخواهد. تا حدودی با جرم خیانت در امانت آشنا شدیم و میدونه که در زندگی روزمره ما خیلی پیش میاد که ما اموالمون رو به طرف مقابل به صورت امانی میسپاریم. خب مسلما وقتی مال رو به صورت امانی میسپاری در حقیقت انتظار داری که در حقیقت امین رعایت بکنه بحث امانتداری خودشو، ولی متاسفانه میبینیم که یا استعمال میکنه یا استفاده نابجای ازش میکنه یا انتقالی داده میشه و نهایتا میتونید شما طرف رو به جرم خیانت در امانت محکوم کنید. نکته حائز اهمیتی میخوام بهتون بگم اینه که هر زمانی که جرمی واقع میشه باید دارای 3 عنصر باشه. ما در قانون میگیم اگر این 3 عنصر باشه شما میتونید طرف مقابل رو محکوم بکنید. اولین و مهمترین رکن قانونیه، یعنی قانونگذار اون عمل رو در حقیقت جرم تلقی کرده باشه. به عنوان مثال در ماه رمضان فردی آب دهانش رو بیرون میندازه، مأمور کلانتری از این موضوع خوشش نمیاد، میگه آقا شما جرمی مرتکب شدین، میبرش کلانتری. بعد از ظهر فرض مثال دادسرا، آقا دادسرا میگه که آقا اصلا قانونگذار اینو جرم انگاری نکرده، درسته از لحاظ اخلاقی شما کار نابجای انجام دادید ولی قانونگذار این عمل رو جرم تلقی نکرده، پس ما نص قانونی نداریم. پس اولین گزینه‌ای که یک جرم باید واقع باشه اینه که قانونگذار اون رو جرم انگاری کرده باشه، یعنی عنصر قانونی داشته باشه. پس عنصر قانونی اولین رکن برای تحقق یک جرمه. دومین موضوع رکن مادیه، یعنی در عالم خارج، در عالم واقع در حقیقت چی بشه؟ به وقوع بپیونده. من قصد شیطانی دارم، قصد و نیتی دارم ولی عملم رو در خارج انجام نمیدم. خب مسلما عنصر مادی مخدوشه. و سومین گزینه که بحث عنصر معنوی و قصده که خیلی از وکلا و خیلی از قضات روی همین بحث درگیرن. ما در موارد کیفری در حقیقت فلش اتهام رو میبریم رو بحث عنصر قصد. خب مسلما اگر فرض مثال من در اینجا چاقویی دستم باشه و یهویی میخوام این چاقو رو بذارم داخل سبد، یهویی بزنم اینجا بخوره به صورت شما و دچار خراشیدگی بشید یا دچار جراحت شدیدی بشید، مسلما من قصدی نداشتم میکنم، من میخواستم اینو از این و من قصد و نیتی نداشتم. پس اینجا شما نمیتونید شکایت کیفری بر علیه فرد بکنید. درسته از لحاظ حقوقی شما میتونید برید مطالبه دیه بکنید یا حتی کیفری مطالبه دیه بکنید ولی من مجازات نخواهم شد. چرا؟ چون عنصر معنوی جرم مخدوش بوده، من قصد و نیتی نداشتم، یعنی عمدن این کار رو انجام ندادم. پس برای هر جرمی این 3 رکن باید وجود داشته باشه. اگر یکی از این ارکان وجود نداشته باشه در محاکم کیفری اگر توی دادسرا باشی قرار منع تعقیب صادر میشه و اگر هم در دادسرا قرار منع تعقیب صادر بشه در دادگاه حتما این قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. پس در جمع‌بندی نهایی در زمانی که نسبت به جرم خیانت در امانت نسبت به کسی شکایت کردید یادتون نره که در خیانت در امانت مال به شما مسترد نمیشه مگر اینکه دادخواست حقوقیتون رو به همون مرجع کیفری بدید و یا اینکه اگر رأی قطعی شد بعد از قطعیت رأیتون بعد دادخواست حقوقی به محاکم حقوقی بدید. تا کی فرصت دارید در مراجع کیفری دادخواست بدید؟ تا زمانی که پرونده میره دادگاه کیفری 2 و رأی صادر میشه. تا اون زمان شما فرصت دارید دادخواست استرداد مالتون رو بدید. و در جمع‌بندی موضوع بعدی که گفتیم که حتما قرار نبودی که این مال مسترد بشه، مالی سپرده شده، رابطه امانی محققه و در حقیقت قرار نبوده این مال مسترد بشه، قرار بوده به مصرف معینی برسه. شرط دوم ماده 674 بوده، بنابر این بوده که اشیاء مذکور مسترد بشه یا به مصرف معینی برسه و اون شخص که اشیاء نزد اون بوده به ضرر مالک چیکارش کنه؟ تصاحبش کنه، استفادهش کنه، تلفش کنه یا مفقودش کنه و عنصر روانی عمد و قصد هم حتما باید داخلش باشه. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید باشه. اگر سوالی دارید حتما بپرسید، در اسرع وقت پاسخ میدم. حتما هم عضو کانال ما